امروز قراره کلی لپ لپ با هم باز کنیم و ببینیم داخلشون چه سورپرایزایی برامون داره. مطمئنم خیلیاشون خفنن، شاید یه سریاشون هم تکراری باشن، ولی به نظرم خیلی قراره بهمون خوش بگذره. و در نهایت نکته مهم، یه گلچینی از این شانسیا قراره سراسر شهر قایم بشن برای شما که انتهای ویدیو بهتون نشون میدم کجاها، تا بتونید خودتون برید و واقعا اینا رو توی جهان واقعی پیدا کنید. پس با ما همراه باشید. ببین به نظر من این صبر کن قبل از اینکه این آیتما رو شروع کنیم بریم یه سرکارخونه لپ لپ ببینیم اونجا چه چالشایی در انتظارمونه. 1 2 3 اینجا کجاست؟ اینجا کارخونه لپ لپه داداش. دستمونو ریدن تو مچکات. همونطور که گفتم اینجا کارخونه لپ لپه. شما باکساتون رو دریافت میکنید و فقط 5 دقیقه فرصت دارید تا میتونید توش شانسی پر کنید. ما 5 دقیقه کمه خداوند. نه از الان هم میتونید شروع کنید. یعنی بدیم که کارتون خالی هم به کارمون میاد تو خونه اساس کشی. بیا بریم به خدا میگم. ذهن تو پولدار کن. تو پول داری اون موقع پول میدیم اسبابتو میکشی. واقعا؟ آره احمق بیشون. برای اینکه شانسمو امتحان کرده باشم یه دونه از اینا دزدیدم. سنگینه. صداش به دلم نشست. خوراکی برداشتم. برو ببین اینم بگیر این. بده. اینم جایزه. نارنجی. با کلت سفید. اینو برمی‌دارم. نه ممرزا داداش شکره. داداش بی کار میاد اینا. نه بذار تو شانسی جا نمیشه. شانسی تو شکر آخه گوساله بذارش سر جاش داداش. شکر شانسی مگه نمیدونی چیه؟ نه چیکار میکنن با شکر؟ شکلات درست میکنن. بریم خونه یه سال استفاده میکنیم. رژیمیم نباید غم بخوری. میفروشیم. میدونی هر خونش چقدره؟ بدبخت شدی که شکر فروش. اگه بدبخت نبودم تو ویدیوی تو نمیومدم. نه اینا اصلا همونان که چیز نخوردن، برچسب نخوردن. بسته‌بندی این نشدن. منطقی نیست. گشنه گدا. داداش اینا میریزه الاش الان داری راه میری. نه آب نبات جرقه. جرقه. من نمیدونم جرقه چجوری صدا میده. شانسیه. من یه هالک میخوام. اینا پسر نسا. سوادم داره خیلی سنگین میشه. ببین این شانسیه من نمیبینم برمیدارم. منم اینو نمیبینم. دیدیش احمق. نه این ریزا. بابا آقای گفته بود یه میستری باکسای بزرگ داریم توش پر از جایزه‌های خفنه. السانا. برو یه دونم برای من بده. توپ بنداز. نه دیگه. دیروز شکر خریدم. اینا چقدر بونمکی. شانسی نیست داداش. شانسیه دیگه. پکیجه داداش. نگاه این پکیج به هم میزنه. نه اینا رو تو بقالی ها اینجوری آویزون میکنن. راست میگی. این خوک برای تو خوک کثیف صورتی. بومبست دیدی بر نداشتیم. لا اینا نگاه کن کلی کنار هم برداشتن. ما از هر آیتم یه دونه برداشتیم. اینا از هر آیتم چند تا برداشتن. برداریم. بابا خسته شدم من. بابا چگونه ندارم گوشتا. وای از قلیه. بابا اینو بکن. چند تایی این 6 تایی بیا. 3 تا از اینم که برداریم مفید برنده. خوبه. بگیر. بنزینشونه. او تو عوامل پشت صحنه. بیا این نور نمیخواد. اینو بگیر. اون برای جفتمون بریم. قانه این دخترهای قانه هست. از اون توپا هم برداشتم. بیا اینا میخوای بردارم. اون تو انسان نام داره. دختر کسی یکی. اونا چی دارشن اقا پر بود. اینو بریم به عمو شبیشم. هار خیلی خسته شدم دیگه نمیکشم. این چیه اما آخه من پسرم. بنده نمیخواد بیای زحمت نکش. ای بای آقا از اینا که مهدی برداشته میخوام بردارم. یه خوب سنگین پربارشو بمونه. یه درستش حساب کن. سنگینه اومده بردارم. داغ شانسی تازه. آخه داغ هم اصلا شدن. واقعا داغه. این با اون فرق میکنه. اینم بگی. پرت کن. پیداش کردم دلش کنه. خانم یه نه این ماشینا میشه به من بدید. ببین یه تو جلچه طلا میذاری اون میپره تو لجن. یعنی یارو نقصش فقیره دارم میگم. نزنین نکن عزیزم. به حق خودت قانع باش. تفکری براشون. نه. آقا رایزنی کردیم گفتیم نمیسوزیم. نه خیلی نمیسوزیم چیه؟ باش تکراریه من برای تو خوبه؟ همش باید یه خیری بهش برسه. کاسبه برو از. اینا میستری نیست. اصلا تکیف برچسبش معلوم نیست چه توشه. 6 تا از اینا برداشته. به جبران خانم محترم. کردیم میره تو. نکنی با. این الان میستری
بابا اونو دزدیدم برای خونمون، چرا میگی؟ سورپرایز باکس اینه. کارتون پسرانه سورپرایز باکس دختره اصلا نمیدونن تایمشون هم داره تموم میشه. یک دقیقه مونده. آقا بذار یه دخترم برای اونا برداریم، گناه دارم. نازنین منو زد دیوار رو دعوا کرد. اب نره، اونا کار بد کردن ولی ما میتونیم کار خوب رو انجام بدیم. در دنیا راه یه چیز و آن راه راستی است. خصومت داشته باشیم. خیلی با من خصومتی رفتار کردن. لذتش بیشتر است. آره. تمام زنگ خورد. تمومه بچه‌ها، تمومه. چی میگی؟ بچه‌ها حذفتون میکنم ها. برو ببینیم بابا. این چه طرز رفتاره؟ شما معلوم نیست کجا رفتی. آقا یعنی چی واقعی کردی؟ یعنی چی کارتونه؟ می‌خواستی می‌دیدی. شما نمی‌دونی تو کارتونه هم چی شده؟ خالمی. پسرونه خانم محترم تایم خون تموم شده، نمیپذیرم بازی داور نداشته باشه. همینه. آقا غلامی باید الان کارت قرمز میده. دکمه چیه؟ نزن ممرزا نزن. آقا غلامی اینو میشه پرت کنی دور از کارخونه؟ انتظامات کجاست؟ هیوا چیکار داری میکنی؟ ازمون شکایت میکنن. هیوا نکن. من خودم بذارم دستگاه پرس ازت شما راحت میشم. بیا اینو بگی دهنتو ببر. نه اینو دوست دارم. اینو بگی. قانون بالاخره قابل تبدیله. فرصت رو هم میدم یکی بیاد اینا رو جابجا کنه. با پول دقیقه همه رو بخری؟ فرصت باشه آره بده. با پول همه رو خریدم. بابا من مزدور کردم. اینجا میلمه نه. خانم ایوا مگه نگفتیم اندازه سبد؟ چه تو آوردی کارت بکشی اینا رو؟ ما میخوایم بریم کار داریم. پول نداره. آخه میخوایم تبدیلش کنیم به اون جعبه سفید. اینو چجوری میخوای تبدیل کنی به اون؟ یکی رو سر سهند، یکی رو سر کمند. آقا مرسی اینا رو حساب کن. ول میکنم ویدیوتو میرم همینجا. ول کن برو. ول میکنم این تهدیدات کار به جایی نمیبره. ما مردمان کی اذیتت کرده؟ چی گفتی به خانم؟ اینکه تو در آقای معرضا این رعایت به مهد اولیا بی احترامی کردن. لطفا منو بکشید. سر او رو قطع کنید. اینو بکنید تو حلقش بهتره. باقیات و صالحات مملکت بیفته دست شما، اینجوری میخواد بیت المالو. حالا کی گفته مملکت میخواد بفرسته؟ یه کارخونه افتاد دست شما، نگاه چیکار کردی؟ بر همون مملکت رو نمیدن دست. یه کارتون از یه چیزی برداشته. ما کارتون بر نداشتیم. ما نهایتا یه دونه شکلات. خیلی خوب قبوله. عینکی رو بزن راست میگی. خیلی عصبانی ساعت رو در آورد. کلت اون تو بود زمین. دستگاه پرس داری؟ بله. این خودم توی دستگاه پرس چجوری دووم میارم. بریم بازشون کنیم. بچه اینا آیتمالی که من موفق شدم از کارخونه بدزدم. ما قرار شانسی برداریم. تو از جایزه های شرکت لوک برداشتی. اینا رو ازم قبول نکنید. ندید اینجوری کرد میستریه دیگه. من تو زندگیم چند بار رفتم تو که کارخونه بگم آقا هر چی می‌خوای بردار. معلوم آدم پرایز باکس ها رو میذاریم برای آخر. خدایی خفن‌ترین بود و اینم بهتون بگم یادتون نره آوانس کردیم به شما، آواز دادیم چون تایمتون چیز شده بود ولی شروع کردی یا میذاری چه منت نیست میگم این همه نداریم. شاری برداشتی. ما حاجی کارتونش رو اشتباهی برداشتیم. میتونم دختر نسخم. یه مقدار بالاخره روحیه های ملو هم داریم. بچه سورپرایز باکس همونو میذاریم آخر آنباکس میکنیم. به نظرم حساس ترین و خفن ترینان همه آخر ویدیو آنباکس میکنیم ببینیم که مال کی خفن تر در میاد. ببین جرقه گلوشابه و یه دونه خرگوشا و یه دونه انگشتر. آقا خرگوش تکون خوره. این یه چیزه گوشیه. من فکر نمی‌کردم از اینا داشته باشه. اینو ببین. زن توشه زن. زیر دامنش رو نه داداش شورت باشه نه. دوستان زن فوتبالیه. یومه. این یو. پری دریایی خودش جفتگیری انسان و ماهیه. سگ و ماهی و انسان و پری. یه نکته خیلی مهم توی این لپلپا یه دونه از این کارت ها هست بچه‌ها. می‌بینید مثلا این روش عکس مینیون ها رو داره. لپ و فیلم و مدرسه کلاب زدن این کارت ها رو میبری. کد تخفیف داره خب و توی فیلم و مدرسه 30% آف. اگه بخوای میتونی با اینا اوکی کنی. این دیگه باید پسرونه باشه. این باید بره صافکاری پیدیار. یه ماشین. آفرین. ماشین. حاجی دکوری قویه. عاشق ددپول ممرزا. ددپول واقعا به نظرم این دکوریه که میتونه روی شلف و اینا قرار بگیره. بچه‌ها ببینید عجب آیتمیه. ببینینش
ارتش خیلی نمازیه. اینم با کیفیت و خفنه، مال ارتشه، میلیتری دوستان. چقدر خفنی. انتظار نشد تو لپ لپ چیزای اینقدر با کیفیت در بیاد. یه شانسیایی بچه بودیم خیلی آشغال در میومد. بارسلونا که هیچی ولش کن. برزیلو هستم. داش بارسلونا میشه بگی خصومت چیه باها؟ بارسلونا اون دشمن رئال. رئال هم دشمن بارسلونا، من هیت نمیدم بهش. من توی اسباب بازی فروشی کار میکردم. خب از اینا میفروختم. این همون پشماماجی. حاجی اینو هر چی من برداشتم نزاین دفعه برداشته. Für Lieblingsmarken in günstig. Für bestes Bio. Und romantische Dinner. Für eine kleine Auszeit. Für geteiltes Glück. Und extra frische Snacks. Für alles in günstig. Erstmal zu Penny. Mach dir keine Sorgen. Dank Brauns bestem Bartrimmer. Für Präzision wie beim Barber. Und 100% Kontrolle in jedem Detail. Entdecke jetzt den Braun Bartrimmer 9. کجا برمیش؟ پشمام چه خفنه. این تکراری. نه خانم خودش گفت ما موقعی داشتیم برمیشیم گفت آیتما این با آیتما این کلا فرق. ما که رسید حالا اشکال داره تکراری. یه دونه از این میلی فیگورا پیدا کردم. اکشن فیگور شانسی این لبوبوه که اینجوری باز میشه. دوستان هر کی سابسکرایب نکنه دکمه لایک رو نزنه از من کمتره. کلیدی جپن این دایراتوره. آخه مال داستان اسباب بازی هاست. اینو من واسه تو بردم مسی داشت. والا آبونم بریم. برو کنار برو. آخه لذی داری یزید تو مسی تو بسکتباله. اگه رفتین توی شهر که احتمالاً توی تهران و کرج بزنید، اگه پیداشون کردی توی اینستاگرام یا جای دیگه برام بفرستید، من بذارم تو کانال تلگراممون. خیلی جالب میشه، به نظرم جذاب میشه، تجربه خاطره باحالیه. و کانال تلگرام توی کامنت ها پین میشه که اونجا برام بفرستید. با کیفیت ترین پک. تو اینا کجا آخر بردی؟ می‌خواستم بردارم که دوست داشتم یکیش خیلی سنگین بود. پشما حاجی خیلی خفنه. ایوا برنده است، قبول دارید؟ ندید. پسر کارت باز؟ بچه کرات کید تتوشو دارم. فیگور خفنیه ولی که فوتبال نیست. یعنی این مسیه چیه در دنیای مجازی عزیزم؟ نه چالش تکه مینیون ها یه دونه کامل برای عکس. این لوفولی هم اینو بذار کامل برای بچه‌ها دختر دست و دلباز باشه کلوبا. این بزرگه رو میخوام بازش کنم. آقا نه دیگه تا آخر ویدیو من حرف بزنیم. یعنی منتظره که یه نفر بگه من این موضوع برام مهمه که برینه تو همون موضوع. دراگون دوست دختر شرک مادر آف دراگونز. یه چیز متفاوت، ماشین بزرگه جانم. یه ماشین دیگه هم توش هست که پشمام لامبورگینی کاستوم منصوریه. بچه‌ها اینا خواهر برادرن دوستان. استپن موتورم اسکوید گیم دار شد. پشمام تو آدم نیستی. منم هستم. چرا میخواید مال منو سنبل کنی؟ سریع بازش کن دیگه، حوصله‌ام داره سر میره. الان میشه همه زندگیمو ندزدین یه لحظه؟ اینم بدم پسرمون. اینو برین. Oh my god. ماهواره داداش اینو یاری میزن پشت بوم. ماهواره دار شده. تموم شد. پیکسلیه؟ پشمام. پیما اما پیمای گوزملق داداش من وقتی صبح خواب بیدار میشه شیره یعنی مهرزا بیشتر شبیه خر شرک. سلام آقا. من تو زندگیم همیشه مثل ماتر بودم تا با مکوین آشنا شد. ماتر که خلاص جوری که عمو اینا رو میبره میده سوپرمارکت سر محل میفروش. هر که گوزد خود بوید. هر که خبر داد از پشت به در داد. چقدر باحاله. منم گرمم. یه عروسک لنگدراز زشته. باحاله. آیا شیر واقعی هم بچه محمد آلماسکی هست. خودی اکشن فیگور دیزنیه. آره. جیک اسکین بگ آف استافینگ. خودی پشم توشه میگه پشما. این دیواریه داره تو همومه.
کجا تو میشوری؟ پشت تو اینجوری. آها میچسبونیش به دیوار همون، کمرتو انگار یه دست یه دروته بده من. بده من دانشگاه میرم این دخترای پیک میسره کلاس. استاد کجا کتابی کارته؟ آخه حلقه بازی برام خریده بودی آخه دقیقا همین بود آره حلقه بازی خریده بعد نینتندو سویچ میخوای ازش حالا بازش کردی دستی بندازی اینقدر رفت تو مخ. آقا رفتیم پخش کنیم. چیتگر دم اوستمال بلوار علامه قزوینی از اینا میذارم براتون. روبروی مجتمع تجاری جام خلیج فارس. میخوام بکس بلوار سرب از این کاملا بذارم. این میدون ترجیح میای تو ملکی روبروی سرب نقش پنجم. بچه اینجا عمرن کنار بزرگراه فهمیده بازارچه شماره 2 پیکانشهر زمین چمن مصنوعی. سعادت آباد فرهزادی نقش زرافشان شمالی روبروی 17. تهران سعادت آباد بلوار درختی سر دیدار شمالی. حقانی سر دیدار شمالی اونجاست، برید پیداش کنید. بلوار آیت الله تهرانی کنار پارک چیتگر. الان فکر میکنن میخوام جیش کنم بغل خیابون. واقعا کار رندومیه ولی هیچکی پیدا نمیکنه اینو. روبروی این خونه ها اینجا داره 60 تا یه دونه موتور برق اونجاست. بعد این دور برگردونه تابلو داره تهران کرج لشکری. بلوار آیت الله تهرانی پیکانشهر پارک چیتگر. اینجا پارک چیتگر ته بغل پارک چیتگر. میدون ونک خیابون ولی عصر. اینجا رو وی آی پی میذارم براتون. ببینید زیر این پل درای ایرانی روبرو آرایشگاه میدون ونک خیابان ولی عصر کنار پارکینگ عمومی.